سلام به همه پاترهدهای عزیز. امروز میخوایم با هم یه شیرجه بزنیم توی دنیای شخصیت فوق‌العاده هرمیون گرنجر، باهوشترین و شجاعترین جادوگر دنیای جادو. هرمیون فقط یه همه چیز دونه جادویی نیست، اون چسبیه که 3 تفنگدار طلایی رو کنار هم نگه میداره. یادتون میاد توی سنگ جادو چطور معماهای معجون رو حل کرد و هری و رون رو نجات داد؟ یا توی تالار اسرار تحقیقات دقیقش چطور به کشف راز باسیلیسک کمک کرد؟ هوش هرمیون قدرت فوق العاده‌شه، اما شجاعتشه که واقعاً اون رو از بقیه جدا میکنه. توی زندانی آزکابان با ترسهاش روبرو شد و با استفاده از زمانگردان سیریوس و باکبیک رو نجات داد. و یادمون نره یادگاران مرگ، هرمیون مغز متفکر گروه برای بقا بود، از مسیرهای خطرناک عبور میکرد و مرگخوارها رو گول میزد. اما فقط قدرت جادویی هرمیون نیست که اونو خاص میکنه. وفاداری بیچون و چرایش، تعهد شدیدش به عدالت و مهربانیشه که مهمه. اون برای حقوق جنهای خانگی جنگید، SPEW رو تأسیس کرد و به هممون اهمیت ایستادگی در برابر ظلم رو نشون داد. پس به سلامتی هرمیون گرنجر، جادوگری که به ما یاد داد دانش قدرت است و شجاعت از قلب می آید. پاترهدهای باهوش، بدرشید. لایک، سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن این ویدیو رو فراموش نکنید تا ویدیوهای جادویی بیشتری ببینید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.